اومدیم با یه ویدیو دیگه نذار دوست کردم اومدیم تو یه ویدیو دیگه امروز بخوایم که با هم حالا یه تخم مرغ درست کنیم ببینیم مال کی خوشمزه تره. فعلا اگر شما تو کامنتات نظر بدین درباره اینکه کدومشون خوشگل‌تر و به نظرتون برای درست کردن تخم مرغ چی می‌خوایم؟ اول مایتابه برای گفته چی می‌خوام؟ کره. من کمکش نمی‌کنم. نه هیچ کس حق نداره کمک کنه. نه اینا میشینم و با شما چیز می‌کنم. سوسیس تخم مرغ درست کردیم اینا هم واسه سوسیس نده. تموم کردیم. من ببینم فیلم کره چیه پاکه؟ کره شاکلیه. شاکلی بچه‌ها شاکلی اون شاکلی نیست. هر چی هست هر چی چیکار داری تو؟ ببخش. کره میزنی. خب الان زدم. خب الان کره برش میزنه. حالا از این سخته. من اینجوری ازت بوده دیگه بچه‌ها سرشون سر رفت. چیکار کنم خب کره سفته. کره بلد نیست ریز کنه. بیا تو بگو. من که مال من نیست. من کره نمیدم. من میریزم. بعد درست حسابی درست کنی نمره میدیم ها. میدونم. اگه چرت و پرت بگی من میدونم با تو. حالا. بعد یا آقا این کره رو بالاخره نیم ساعت برش داد. الان فعلا باید گاز روشن گاز. بعد روشن شدن گاز. خب بریم کره کنیم. اصلا روشن زیر گاز اینقدر ببین ناکو چقدر کنن گاز روشنه زیادش کنیم. اونایی که میگن زیاد کنیم کامنت کنیم. من کامنت نگن اونا. کره زیاد کنیم. من تخم مرغ تو به من چه اینقدر الان چرب میمیریم حالا. بچه تو وقتی کره آب میشه شما یه استراحتی بزنین. آره برگردیم. ما دوباره برمیگردیم. کره آب شد. کره آب شد بالاخره. بریم برای تخم مرغ. تخم مرغ من تا حالا تخم مرغ درست نکردم. الان اگه پوستش یو من بشکنه من بعد دیگه با پوست نه این چجوری تخم مرغ میزه نه که پوستش افتاد اون تو خاک پر میدارم. خاک دوست سرت خره یه تخم مرغ بلد نیست درست کنه. بله اگه با چی برداشت یا اول تو پوست تخم مرغ حالا میخوایم بخوریم. یه روخ بگیریم همزده درست کنی یا چیز غیر همزده درست کنی. آفرین همزده درست کنی یه شکل درست کنی. ما غیر همزده درست کنیم. من به همزده درست کنم. این روغن سرخ کردنیه. ما سرخ کردنی میشه تو تخم مرغ. فکر کنم واسه سوسیس تخم مرغ ولی خوب میشه. آره دیگه الان سلامتی کنم این هنوز این وایساده تا این قلقل داره میکنه و آماده بشه. این تخم مرغ چه آماده میشه؟ وقتشه بدریم. درم گذاشتی سرآشپز علی آمری سرآشپز تخم مرغ. خب بچه تا تخم مرغ آماده میشه فعلا با خب آقا من درست کردم تخم مرغی که بردی قرار رو خوره. روغ کارش همینه. بیاین بردی و تخم مرغ ملاقت کو ملاق نه که خود شما روخ کارو نگاه کن. حالا نگاه کن. حالا ببین نماز منه. البته بردیاست که واقعا سرخ کرده نمیشه. مطمئن نیستی آقا ول کن دیگه. آره حالا سلامتی کنم. کم از کم یا خدا. آقا یه لحظه خدا. آره این روغن پاچی. مالی منظورته؟ حالا هرچی. نمیخوای زیر چیزا اینا روشن کنی؟ راست دیگه الان مال کره است. اول روغن بیمالیم بعد خودم روشن میکنم. بلد نیستی. تو روشن کردن تا غذا رو بد نظر میکنه. آره تر زدی. کجا فیلم میگه؟ بس خوبه زیاده کمش کن. چشم آقای تخم مرغ باز. این عمو حسن رو درست کنیم. خب بعد کار بعد تو تخم مرغی؟
آده روغن نمک نداره. سرخ کردنی. خب چی با پیش کنم؟ آقا بلد نیستی بده من بشکارم تو رو خلا پوستت انتر ناکن خوشگل شد خیلی خوشگل شد. جان من ناکو گازو بگو پوستا کجا بگیرم؟ چوخ داد گازو یه رو بعد بگید بسون. خب این از این. منتظریم به تخم مرغ درست شه. همزده داره درست میکنه. آره من از تا درست شدن این تخم مرغ بای بای. بابا به به اینجور تا تقریبا داریم میپزه دیگه. حالا آخه علی یه تخم مرغ داده. یه تخم مرغ چجوری میخواد ما رو سیر کنه واقعا؟ یا سیر کنه مزه داشته باشه بعد چند تا تخم مرغ باشه جمع مثلا. حالا املت هم بخواد درست کنه یه تخم مرغ بزنه علی. پخته ولی من خیلی دارم میپزمش. دارم میپزدش. بازم ریخ رو گاز. من فقط بدنم گاز. بیا تازه میخنده. زیاد کنم بذار زیادش کنم. خب بسوزه تخم مرغ برشته بشه شفته بشه. من بالا عجیز دارم. آماده است دیگه. ولی خدا وکیلی نرید گاز. چیز تخم مرغ فقط. بله نه کن سلطان. آره اینجا یه گوشیم دقیقا داغ کردن. آقا تا خورد و خوراکش خدا ترسیده داره میپاچه. گم چون ور بابا تو بله باز زیرشو کم خاموش کردی؟ داشت پخ دیگه. بچه الان تخم مرغ پخیده. یه رو باید باشه بخواه سرچه. البته یه بشکاب بیار بودو بچه بذار دیگه سوخته چی بینیم ترکی داده است. برده میخواد تخم مرغ بریزن. بویی هم میده. ای نمک یادم رفت. بریز حرف نزن. حالا اینم از این. اونجا که من تو املتی هم حسن کار کردم و خیلی بلدم اینجور چرت و پرت درست. آی بابا آقا این وایسا من درستش نکردم. این روخ مال بردیاست. نه بابا من درستش نکردم. وایسا بیا درستش. من تو که خوشگل تر میشم. من تو 2 بار زردش افتاد فقط. حالا بذار خوش الان درسته. نه بابا نمکشو خرابه. فکر کنم شروع شد. فکر کنی باور داشته باش. به به چه چیزی شد. شاید رخ علی از من بهتر باشه ولی مزهش که مال من گود. آقا این روخ مال بردیا. اینو بردار از بغلش کره بغلشه. نصفشو بخوره منم میخوام. این روخ مال بردیاست. این مال علیه. گنده گوزی فقط میکنم. این زردش 20 بار رفته اومده. نون نمیدی به ما؟ نه نونم نمیده. عجب کم نشستم میره سخت. ها چیکار میکنی؟ در تلاشم بشینه. برم تو این بشینه. نشستم آخه من تخم مرغ بدون نون نمیتونم مثلا نظر بدم. برو نون بیار حداقل. این نون که هست. نون اونجاست کور رو نگاه کنیم. این نصفشو بخور. من خوب مال خودم بخورم. غلط کردی. غلط خوردم. بچه من نشسته بودم و صندلیشون اینجوری شد. بعد صندلی به چوب صندلی نیست شد. نکنی افتاد رو پا. ماچی افتاد رو پا. تو افتاد رو پای من. از این من اینقدر پریدم این چوبش رفت تو کونم. بیا سری را این چوبه راست و صاف رفت تو کونم. صاف رفت. داشت به زرده تخم مرغی با چنگاله اینجوری میزد. این یکی که دیگه نشکسته و تازه به هم میگه نشکسته. وایسا ببینم. نه ولی کونم داره میسوزه.
علی صبح مثلا به صندلیاشو نمیتونی اعتماد کنی. آقا منم میخوام ببینم. چه خبر؟ اول من میخوام بخورم. آن ایتینگ ساندی. اول نمک فلفل نزده باشی من رفتی ندارم. زدن کور کنستی. ادای بدمزگی در نمیاری یا با روغ سرخ کردن من تخم مرغ درست آقا کردم. ولی جدی بعد نمره بدیم، یعنی مسخره بازی نداریم، بعد واقعیت رو بگیم. نیما تکیدو داره کوف میکنه. بعدی جون نظرت چیه؟ از 10 چند میدی؟ معلوم. از 10 چند میدی؟ نه بعد نبود یعنی متوسط بود رو به بالا. من بخورم چند میدی آقا نونه بعدی؟ نمیده نونه خورد نمیشه. چند میدی حالا شما؟ بگو تو اینا. اون خوشمزه بود بعد نبود ولی خب یه نمره به خاطر یعنی 2 نمره به خاطر نمک کم میکنم. یعنی نمک خیلی کم بود یعنی اصلا نمک نداشت فقط یه تیکش فقط نمک داشت که اونم زود تمام شد. خب میشه چند؟ 8 میدی یعنی از 10. 8.5 8.5. به افتخارم. من صادقانه صادق. سیر بزنیم اونو داشتی دستو بکنم دست مال تو بود مال تو آقا بپا من آب بخورم. آب لیوان کجا داری شما؟ لیوانت نو اونو توجه نکن. میره که تو خوراک بردیا رو بخوریم. ما ندارم میفتی. همین کارات بعد دوستش باید الان میشوره خیلی نمکه یوهو ریخت دوست داره چه معلومه دوست داره. مثلا بردیا اولین بارش رو تو خوراک درست بکنه، خودش برای اولین بار خوب درست کرده بود. من 8.5 میدم. مساوی شدیم. الکی نگیم بوردا